سلام، به کانال من خوش اومدید. اگه اینجا باشین که به احتمال زیاد میدونین که چرا اصلا همچین ویدیو داره شکل میگیره. اگه نمیدونین تازه اومدین داخل کانال، من امیرحسین جعفری هستم، نویسنده کتاب تاریک‌تر از سیاه که داخل پیج خودم دارم تبلیغش میکنم و یک ویدیو خواستم بگیرم که توضیح بدم که اصلا چی شد که اینطور شد. و یه توضیح بدم مثل افرادی که از پیج فقط یه نگاهی انداختن گفتن بیان داخل یوتیوب سر بزنن، یا برای افرادی که این ویدیو داخل یوتیوب بهشون پیشنهاد شده. کتاب تاریک‌تر از سیاه یک رمان جنایی درامه که درباره خیلی خلاصه بخوام بگم درباره امیده. خیلی خلاصه درباره امیده که داخل این کتاب من امید رو به 3 حالت تقسیم کردم. تاریک‌تر از سیاه که بخش اول کتابه که کتاب شروع میشه که درباره امیدی است که کاملا مخربه، کاملا سیاه و تاریکه. بخش سوم درباره امیدهایی است که کاملا سفیدن، درخشانتر از نور. و امید سوم، حالت سوم که بخش دوم کتاب رو در برداره، خطرناکتر از خاکستریه که به نظر من خطرناکترین حالتی که امید میتونه داشته باشه، چون مثل حالت اول کاملا سیاه نیست که بگی که خب این کاملا بده واسه من، دل کندن از این امید راحت تره چون میدونی کاملا بده، راحت دل میکنی. اما وقتی خاکستری باشه چون هم سیاهه و هم سفیدی رو در خودش داره، ممکنه بعضی خوبی واسه داشته باشه، دل کندنش سخت‌تره. و خب اینجا هستیم که بگیم که چی شد که اصلا من این کتاب رو نوشتم، چی شد که همچین اینی اومد تو ذهن من. چی شد؟ خیلی من سال تابستون 98 من یه داستانی نوشتم درباره 2 تا مورچه و یه پروانه به اسم به راحتی تاریکی که وقتی که خوندمش و نوشتمش و خب 3 ماه گذشت. بعد از 3 ماه مهر همون سال 98 داشتم دوباره اون داستان کوتاهی که همون سال، یعنی از فروردین به بعد نوشته بودم تو دفتر و ورد و اینا رو دوباره واسه خودم مروری میکردم که من این داستان داخل ورد لپتاپ نوشته بودم. خوندمش و وقتی خوندم داستان این کتاب، همین کتاب تاریک از سیاه اومد تو ذهنم. نیومد اومد. خب داستان این کتاب اومد تو ذهنم و شروع کردم به نوشتنش. یه چیز جالب اینه که نمیدونم واسه شما جالبه یا نه، واسه من جالبه که تاریک از سیاه اولین کتاب طولانی من نبود. یعنی من سال 98 تصمیم داشتم که بالاخره کتاب طولانی تر بنویسم و حالا یا انتشار مثل این انتشارش میدادم یا نه، ولی دلم می‌خواست یه کتاب طولانی تر بنویسم و این نبود. یعنی اصلا موقع تاریک از سیاه تو ذهن من نبود. وقتی این کتاب خوندم انقدر که وقتی اون داستان کوتاه خوندم برات تاریکی رو و داستان تاریک از سیاه اومد تو ذهن من، انقدر که داستانش رو دوست داشتم، انقدر که همیشه تو ذهنم و تو فکرم بود، تصمیم گرفتم که اونم بنویسم. و اوایل با همدیگه داشتم این کار رو انجام میدادم، یعنی هم سر اون کتاب قبلی بودم که اونم یه کتاب رمان درباره جنایی درام بود که البته خیلی با این فرق داشت، کتاب کاراگاهی پلیسی بود، هیچ ربطی به این نبود، داستان کاملا متفاوت بود و اونو مجبور شدم استاپ بزنم چون نمیتونستم ادامهش بدم، نمیشد 2 تا کتاب با هم دیگه داد. شاید بشه، شاید خیلی از اشخاصی که از من بهترن، پیشرفته ترن داخل این کار، که مثلا من خیلی هستم، من اصلا داخل این جامعه نویسندگی و اینا هنوز شخصی نیستم، حداقل هنوز. و من نمیتونستم این کار انجام بدم، مجبور شدم که رو اون استاپ بزنم، یه پین بذارم روش، بگم که برای بعدن. و هنوزم که هنوزه یک بار دوباره بعد از اینکه تموم کردم تاریک از سیاه سرش رفتم، اما انقدر که کارهای همین پیج و کارهای دیگه مثل دانشگاه اینا بودن، دوباره مجبور شدم که بذارمش کنار تا دوباره یکم سرم خلوت بشه و دوباره برم شروعش کنم که امید خدا شاید دوباره چند وقت بعد دوباره شروعش کنم. تاریک از سیاه ادامه دادم چون بیشتر دوستش داشتم، بیشتر علاقه شخصی خودم بود و خدا رو شکرم که بالاخره شد بعد از 4 سال. و شاید بگین که 4 سال چقدر طول کشیده فلان، که اون یه داستان کاملا جدا داره که تو این ویدیو جاش نیست، تو ویدیوهای بعدی یا تو ویدیو بعد توضیحش میدم اگه اتفاق افتاد.
و اینم بگم که داستان‌های کوتاهی که من نوشته بودم تا الان مثل بیعت تاریکی رو هیچ کسی تا الان نخونده. تنها یکی از داستان‌های کوتاه من خودم رو به مادرم دادم، چون به نظرم داستان خیلی درام گوگل مگولی بود. گفتم شاید خوششون بیاد. دادم که خوششم اومد و خوندش. به غیر از اون به هیچ کسی، هیچ شخصی داستان کوتاه من رو نخونده و نخواهد خوند تا همین برات تاریکی رو که چون انقدر واسم عزیز بود که ایده داستان تاریک از سیاه رو بهم داد که اول همین کتاب اضافهش کردم و صفحه اول داستان اصلا با همین شروع میشه و بعد وارد داستان اصلی میشه. خب این ویدیو زیاد وارد بلندی قرار نبود باشه و فکر نکنم شده باشه، فکر کنم نهایتا به 10 دقیقه برسه، که فقط قرار بود بگم که چی شد که اینطور شد، که امیدوارم که گفته باشم، امیدوارم که اون سوالاتی که در ذهنتون بوده رو جواب داده باشم. اگر نه باز پارت های بعدی خواهد بود. تو پارت بعدی سعی میکنم درباره چجوری شروع کردم بنویسم. من یک اینجا دفترهایی که مینویسم هم هستن اینجا. من تو اینا داستان کوتاه بیشتر تو اینا مینویسم. دفتر زیاد دارم. دفتر اصلی نوشتن من که ایده های داستانم توش مینویسم این دفتره که به نظرم دفتر خیلی جالب واسه ایده ها، چون اسمش هست شروع یک داستان با هیچ. خیلی مزه قشنگ بود وقتی دیدمش، کاملا مثلا شگفتم گرفتمش. ایده های داستانام، ایده‌ای که میخوام به داستان اضافه کنم رو در آخر می‌نویسم، اضافه کرده باشم خط میزنم. و اینجا که می‌بینین استیکرایی هستن که بهم انگیزه میدادن تو اون دوره‌ای که داشتم می‌نوشتم واسه نوشتن، واسه اینکه نترسم بعد کارم انجام بدم، که مفید بود واقعا. و تو این دفتر واسه هر داستانی که تو ذهنم بیاد یه بخشی درست میکنم، حداقل بهش 10 صفحه میدم، تو شخصیت ها رو میذارم، اون چه داستانا رو میذارم که توضیح میدم. اینجا فقط یک نشونی بدم، مثلا شخصیت های کتاب تاریک از سیاه هستن که نقاشیشون گرفتم مثل این پرونده‌های جنایی، بس میگردم بالا، بعد در زیرشون مشخصاتشون مینوشتم. اینجا مثلا راحت تر بود که این مثلا این روز به دنیا اومد، الان این چند سالشه، این اینقدر سالشه. سعی کردم بیشتر چیزای داخل کتابم من درآوردی باشه، مثل پول، اون سالی که توش بودن، اسم شهرها، اسم اون کشوری که توش بودن، مثل اسمش نوریما، اسم کشورشون نوریما بود که جزیره بود. از خودم بسازم که بیشتر یک دنیای خیالی خودم رو ساخته باشم، چون اینو از بچگی خیلی دلم می‌خواست. خب توی ویدیو بعدی این دفتر رو بیشتر توضیح میدم که اصلا چجوری راحت تر بودم با نوشتنش، اون چیش میگن برنامه نوشتنم چطور بود. و امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. امیدوارم که در ویدیوی بعدی هم ما رو همراهی کنید. خیلی خوشحال شدم از اینکه ویدیو من دیدین و روزتون خوش.